زیباترین بازیگران زن ترکیه‌ای. این بازیگر را میتوان از مشهورترین بازیگران زن ترکیه دانست. این بازیگر تحصیلات خود را در رشته تئاتر و در دانشگاه هنرهای عالی استانبول به پایان رساند. وی در سن 14 سالگی با بازی در فیلم هیران به عنوان اولین فعالیت هنری خود آغاز کرد. بالاترین اوج شهرت در نقش مدزه بود که با اسم جزو مد در ایران شناخته می شود. بیرجه آکالای یکی از بازیگران مشهور زن ترکیه است. او در سال 2007 با بازی در سریال آسی به حرفه بازیگری پایان داد. او در همان سال نقش کمکی خود را در فیلم سینمایی آخرین درس ساندرز بازی کرد. بیرجه نقش اول خود را در تلویزیون ملی ترکیه با بازی در سریال تقدیر به دست آورد. در بیرجه با بازی در سریال یرگک به شهرت رسید. نسخه دوبله شده این سریال با نام شمیم عشق در اختیار ایرانیان قرار گرفته است. اگر شما یک طرفدار از سریال‌های ترکی هستید، قطعاً این نام به گوشتان خورده است. هانده ارچل از بازیگران جوان ترکیه به شمار می‌آید. او در سال 2014 با بازی در نقش‌های فرعی فعالیت حرفه‌ای خود را آغاز کرد و در نهایت در سال 2015 با سریال دختران خورشید گینیکوار برای اولین بار به عنوان نقش اصلی در مقابل دوربین قرار گرفت. با وجود پرونده کاری سبک، فهریه اوجن از شهرت و محبوبیت بالایی در میان نسل جوان بهره برده است. او با شروع بازی در نقش اصلی در سریال برگریزان شروع به طلوع شهرت کرد. این سریال که در تلویزیون ترکیه بسیار محبوبیت داشت، 5 فصل به تصویر کشیده شد و فهریه را به شهرت بیشتری رساند. پس از پایان برگریزان، فهریه تنها به عنوان نقش‌های اصلی در سریال‌ها به تصویر رفت. نسلیهان آتاگول از بهترین بازیگران زن ترکیه است. وی به عنوان بازیگر با استعداد از تجربه‌های تبلیغاتی تلویزیونی آغاز کرد و کمی بعد از آن در سال 2006 با بازی در فیلم عشق اولین تجربه سینمایی خود را به دست آورد. او در این تجربه اولیه توانست جایزه بازیگر جوان امیدوار کننده را کسب کند.